شما برای من میگین که از کدام ولایت هستین بدون که نام ولایت برای من بگیرین؟ خب طبعا که از کابل هستیم. خب یک بندم دارد قبلا اونجا رئیس جمهور کشورمون دو زندگی میکن. به خاطر کدام کار از ای استفاده میکنین شما؟ ساخت صدا، ساخت محتوا. سلام دوستای عزیز، امروز ما بیرون آمدیم و از هموطنان خود سوالات جالب پرسان میکنیم. ویدیو رو تا آخر ببینید. من امروز شما یک گیم بازی میکنم. گیم بسیار آسان است. بسیار خوب. شما برای من میگین که از کدام ولایت هستین بدون که نام ولایت برای من بگیرین. مثلا میگین کدام غذا داره، خوردنیا داره، یگان جای سرسبز داره. این بار برای ما یا چرای مشهور ولایتانه برای من نام بگیرین. نام ولایت نگیرین. خب طبعا که از کابل هستیم. برای ما نقل دادن. برای ما شما از AI یا هوش مصنوعی استفاده میکنین؟ بله حتما. به خاطر کدام کار از AI استفاده میکنین شما؟ به خاطر کانتنت کریشن وقتی میخوایم آوازها ساوندای را جور کنیم. چی کار میکنین شما؟ طبعا خدمت میکنیم به مردم بیادر. بسیار خوب. موضوعات تعلیمی، تحصیلی خدمت است به مردم. تشکر، موفق باشین. جهان سپاس. میشه برای من شما بگوین که از کدام ولایت هستین بدون که نام ولایت برای ما بگین. یک گیم بازی است. یک ولایت فرهنگ دوست، ولایتی که همیشه در خدمت مردم بوده، طبق معمول کلچر و فرهنگ آن فصل و خوب میوه‌جات میباشد. چیزای زیاد گفت، من خود نفهمیدم. دوستا شما برای من کمک کنین. هم فرهنگ داره، هم میوه داره. خب یک بندم دارد. بند که گفت واضح شد مثل که بند امیر باشه. قبلا اونجا رئیس جمهور کشورمون دو زندگی میکن. رئیس جمهور اونجا زندگی میکرد. بله. بندام داره. دوستا ایره شما خودتان فکر بکنین، من خود نتونستم پیدا کنم. بند سرخاب در کجا وجود؟ بند سرخاب در کجاست؟ شما در کامنت بگوین دوستا. خب حالا شما یک سوال دیگه پرسان میکنم. شما برای من بگوین که روزانه چند ساعت از سوشال میدیا شما استفاده میکنین؟ بنابر مصرفیت خود دقیق درگیر سوشال میدیا نیستم، چون از طرف روز وظیفه دارم و بعد از تایم یک بخش حسابی رو پیش میبرم. در دفتر دیگه هستم، بخش اکانتینگ. و از طرف شبم خودم محصل سمستر آخر 15 اقتصاد پانتون کابل هستم که درس میخوانم. نظر شما چی است؟ یک کسی میتونه آیا در مقابل فامیل خود، اطفال خود، پدر، مادر میتونه سوشال میدیا اسکرول کنه، ویدیوهایی که دو جمعه؟ نظر شما چی است؟ آیا اینا ما میتونیم از استفاده کنیم در مقابل فامیل خود؟ خب ببین، این دیدگاه مثبت و منفی دارد. میتونیم که در مقابل خانواده از دیدگاه مثبت از استفاده کنیم، ولی فعلا در جامعه امروزی ببینید زمینه‌های خوب به خاطر سوشال میدیا استفاده کردن. همین چت جی پی تی است، یوتیوب است، برنامه‌های خیلی متعدد، برنامه‌های خیلی خوبی است که مردم میتونن از استفاده از برنامه‌ها میتونن به خاطر مرور درس‌های خود، به خاطر مرور برنامه‌های تقویتی روزمره خود و به خاطر یک تایم تیبل خیلی منظم زندگی خود که من خودم از این استفاده میکنم، در زندگی خیلی موثر میباشد. بله. و برای درسام بسیار خوب است که ما شما سوشال میدیا خصوصا ریب استفاده کنین، درسای خود پیش ببریم. بسیار پیام خوب داد دوست ما. تشکر بسیار از شما. دوستا شما دیدین که هموطنان ما بسیار جوابات جالب دادن و من به شما یک مژده دارم که شما میتونین از اپلیکیشن ریب به خاطر ارسال کردیت موبایل استفاده کنین. در سراسر دنیا میتونین کردیت موبایل روان کنین. ریب همیال دانلود کنین. تشکر.